اینجا فرودگاه آنتونوف، یک فرودگاه باربری بین‌المللی در شمال غربی کیف، پایتخت اوکراین. این فرودگاه میزبان بزرگترین هواپیمای جهان یعنی آنتونوف 225 بود که فقط یک فروند ازش ساخته شده بود. اما چرا این فرودگاه از نظر استراتژیک برای روسیه مهم بود؟ چون فقط 10 کیلومتر با پایتخت اوکراین فاصله داره. در صورتی که روسیه بتونه تصرفش کنه، میتونه با هواپیماهای ترابری به سرعت نیروها رو در 10 کیلومتری پایتخت مستقر کنه که به نیروهای روسیه اجازه میده به کیف برسن و دولت زلنسکی رو سرنگون کنن. عملیات حمله به فرودگاه آنتونوف اگر موفق میشد، یک پیروزی بزرگ برای روسیه رو تضمین میکرد. تصرف فرودگاه هم آسون بود، چون فقط دارای یک پادگان کوچک متشکل از حدود 300 سرباز بود. در فوریه سال 2022 ولادیمیر پوتین یک عملیات نظامی ویژه را برای غیر نظامی کردن اوکراین اعلام کرد. بالگردهای میله 8 که حامل صدها نیروی نظامی روس بودند به طرف فرودگاه حرکت کردند. وظیفه اسکورت این میلها بر عهده بالگردهای تهاجمی کاموف 52 بود. چندین میل به وسیله موشک‌های پدافندی شانه پرتاب و سلاح‌های سبک اوکراینی سرنگون شدند. اطلاعات روسیه یک نفر از کارمندان فرودگاه را از قبل برای افشای مواضع پدافندی فرودگاه استخدام کرده بود و بالگردها با راکت پدافند فرودگاه را از بین بردند. نهایتا روس‌ها تونستن پیاده شن و به فرودگاه مسلط بشن و آماده ورود 18 فروند هواپیمای ایلوشن 76 شدن که حامل هزاران نیروی تازه نفس بود. اما سازمان سیا از قبل دست روسیه رو خونده بود و به زلنسکی هشدار این حمله رو داده بودند. از این رو همراه با حملات توپخانه‌ای اوکراین، نیروهای زرهی با حمایت نیروی هوایی برای ضد حمله روانه فرودگاه شدند. با ادامه نبرد، هواپیماهای ایلوشین روسی مجبور به بازگشت شدند تا با شکست این عملیات راهبردی جنگ اوکراین وارد مرحله فرسایشی بشه.